سلام به همه به این ویدیو خیلی خوش اومدید. تو این ویدیو قراره یاد بدم چجوری عکسای ماینکرافتی انیمیشنی درست کنید. خب برو بریم. آقا اول از همه کلمه ماینکرافت والپیپر رو سرچ میکنید که من اینجا قبل سرچ کرده بودم. اینجاست ماینکرافت والپیپر و اینجا مینوی، یعنی من الان زدمش روش و الان چند تا لینک واسهتون میاره. میرید پایین، این لینک رو میزنید، نکنید اینو، دقیقا اینو میزنید، روش میزنید و آها، بعد شما این سایت واسهتون میاره. بعدش میرید شما پایین چند تا چیزای مختلف میاره واسهتون و مثلا من یه عکس تک نفر انتخاب کنم. مثلا این عکس چرته ولی خب. بعد میزنی رو اونجایی که نقطه چین داره، قشنگ رو کلش، من نکنید اینجا روی کلش که نقطه چین داره اونجا میزنید. بعدش گزینه بازو میزنید. حالا من بازو میزنم اینجا، منظورم این گزینه است، این بازو که شما میزنید میری تو گالریتون، یه عکس انتخاب میکنید، تمام میزنید، بعد میره تو گالری اصلیتون. حالا نکنید نه چیزه، نمیره تو گالری اصلیتون، کلا بازو میزنید میره تو گالریتون. از این عکس باید انتخاب کنید. من که الان اسکین خودم انتخاب کنم، این بعدش میاره اینجا برای این چیز، برای موبایل هستش. بعدش گزینه اینو میزنید و عکس ماینکرافتیتون چیز میشه، بارگیری میشه. آها تموم شد. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفا چنل ما رو سابسکرایب کنید و ویدیو هم لایک کنید. ممنون از همه که تا اینجا منو حمایت کردید و خداحافظ.